با سلام. اگر به دنبال یک گرافی پورتابل ایمن و با کیفیت میگردین تا انتهای این ویدیو همراه من باشین. با گرافی پورتابل نانوری در خدمتتون هستم. اول در واقع به سراغ خود دستگاه بریم. این دستگاه از تکنولوژی تفنگی شکل استفاده میکنه و برخلاف بقیه برندهای بازار دوربینی نیست. تکنولوژی تفنگی تکنولوژی جدیدتری نسبت به دوربینی ها هستند و حفاظت اشعه بالاتری دارند. همونطور که مشاهده میکنید یک پایه شارژ وجود داره توی این دستگاه که الان خدمتتون نشون میدم و در واقع این پایه شارژ این گرافی رو از سایر گرافی های بازار متمایز میکنه. علتش هم این هست که این گرافی از طریق باتری شارژ نمیشه و در واقع نیاز شما در خصوص تعویض باتری و یا تعمیر باتری بی نیاز میشه و به صورت تکنولوژی خازنی کار میکنه. یعنی با هر بار قرار دادن گرافی روی پایه خودش این گرافی در واقع شارژ میشه و هر بار که استفاده میکنید میتونید چند بار باهاش اکسپوز انجام بدید. گرافی 60 کاوی و 70 کاوی هر دو رو در واقع منوی خودش داره. گرافی خیلی خوش‌دست و سبکی هست. این گرافی پرفروش‌ترین گرافی توی در واقع قاره آمریکا هست و کمپانی نانوری به سفارش کمپانی کرستریم این گرافی رو تولید میکنه و کمپانی مادر این گرافی در واقع کمپانی نانوری هست که تولید کننده خیلی بزرگ توی کره جنوبی به حساب میاد و در واقع لانکون هست. از این قسمت ها در واقع قسمتی که اشعه خارج میشه در واقع فاصله 20 سانتی متری داره. برخلاف سایر دستگاه های بازار این دستگاه یه در واقع کاتالوگ و یوزر منوال خیلی جامعی داره از طریقه اخذ CE اروپا و FDA آمریکا. تاییدیه های انرژی اتمی برای شما توضیح داده که به چه شکلی این تاییدیه ها رو اخذ کرده، ساختار داخلی دستگاه به چه شکله، شما تو چه زاویه‌ای چه اشعه‌ای دریافت می‌کنید، تو چه فاصله‌ای از گرافی، نحوه گرفتن بهتر عکس توسط این گرافی به چه شکله، اینکه هر 1 ثانیه که در واقع شما اکسپوژر تایم رو میذارین 30 ثانیه بعدش عکس بعدی رو بگیرید و یه سری نکات خیلی مفید که در خصوص این گرافی توضیح داده شده و خوندنش حتما به همه دوستان پیشنهاد میشه. یه جای این گرافی دفترچه هم حالا من خیلی وقت پیش خوندم نوشته که شما وقتی به مدت 1 ماه از این دستگاه استفاده بکنید با فرض یه تعداد مشخصی شات در روز برابری میکنه با اینکه در اون ماه 1 بار عکس OPG از خودتون گرفته باشین. یعنی این مقدار در واقع اشعه‌ای که دریافت میکنین بر حسب میلی گری هست اگر اشتباه نکنم دوز جذب بافتی برابری میکنه با اینکه تو اون ماه 1 بار در واقع عکس OPG از خودتون گرفته باشین و البته اون عدد هم عدد بالایی بود. فکر میکنم برای کلینیک ها اون عدد مد نظر باشه. یه قیمت خیلی مناسبی داره، میتونید با پیش پرداخت کم هم تهیه بکنید و یه گرافی فوق العاده عالی هست. من حتما به دوستانی که دنبال گرافی پورتابل هستن این گرافی رو پیشنهاد میکنم. موفق و مؤید باشین. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید.